سلام بر رفیق گل من، چطوری؟ امروز میخوام براتون با این فندک آبپاش درست کنم. اسپری فلفل با فندک. اول از اینکه باید فندکتون حتما باید خالی باشه. وقتمو میگرفت، باید این کار کنم. این الان خالی شد. الان باید لختش کنیم. حالا با موچین این فنر روی سر این پیچه رو باید در بیاری بندازیش. حالا با موچین باید این پیچه به اصطلاح فندک رو بر خلاف عقربای ساعت بچرخونیش تا بیاد بالا. حالا یه چیز بیربلک تو مانند توشه. اینو الان باید در بیاری بندازی این ور. حالا رسیدیم به اصل مسئله، این یعنی این لوله سفیده. اینا هم باید حتما درش بیاره. اگه در نیاری نمیذاره آب بیاد بیرون ازش. لوله سفیده رو که میبینی بهش میگن نمگیر فندک. یعنی چی؟ یعنی که اون داخل فندک اگه دقت کنی یه مایع توش هست. برای اینکه اون مایع به صورت چیز نپاشه بیرون، از این نمگیره باید رد شه، فقط گازش بزنه بیرون. حالا یه دونه گوشت‌پاک‌کن بیاد به اندازه همین لوله‌شو برش بزن. فکر کن 300 نفر داخل اینستا بهم پیام دادن که لوله‌ش از کجا بیاریم. بهشون تک تک بهشون گفتن لوله خودکار یا گوشت‌پاک‌کن استفاده کنید. سر این قضیه واقعا دهنم سرویس شد. اتفاقی افتاد، کوتاه در اومده. فکر کنم باید یه دونه کامل، یعنی همین. آره این از اینجا پشماشو بکنی. الان فکر کنم اندازش باشه. الان میزون شد. میزون. الان این پیچه رو باید بکنیم داخل این و دوباره ببندیمش. حالا این جرقه زن اتمیشو باید سیمشو بیاره به سمت پایین. اگه بالا باشه الان نمیگیره، ولی اگه باشه شاید جرقه بزنه و یه آتیش ریزی بگیره. اینو میبینی؟ حالا باید بزنیم سر جاش به این صورت. این دوتا بزنیم سر جاش. این وسایلی که لازممون نشد. بیشتر همه تو ریختن مایع داخل فندک مشکل داشتیم که فقط با یه دونه سرنگ که سریش این به اصطلاح سوزنی که روش میمونه رو من کندم. یعنی نگاه اینه فقط من سوزنشو کندم. الان نگاه کن این زامن داخلش، نگاه. وقتی اینو فشار میدم میره پایین، نگاه. یعنی الان این کار میکنه. آبو ازش میکشیم بالا. بعد تزریقش میکنیم تو فندک. من الان اینو میدم پایین، نگاه رفت توش. یه ذره آبگریز داره توش دیگه، ولی نگاه پر شد، آب توش رفت. یکی دو بار دیگه بکنم بعد انجام بدم. این الان نصفه پر شده که بقیهش گاز بزنم داخلش. خب الان تستش هم میخوام بگیریم، نگاه. الان باید این مایع فلفل رو از صافی ردش کنیم.
بعضی هم که نتونستن مایه فلفل رو بریزن داخل فندک، انقدر تو دایرکت اینستا منو مورد عنایت قرار دادن، فوش دادن. دیدی میشه هی منو تو اون دایرکت 20 تا بدن فوش دادی. استفاده میکنیم بیبوه، خواهش انقدر نیاد تو کامنت و گازش بو میده و این حرفا. حالا باید لازم اینو بگیری اینجا. تمام. اینم تستش. حواستون باشه ذرات فلفل قشنگ با صافی ردش بکنین که داخل فندک گیر نکنه، چون بعضی موقع گیر بکنه نمیذاره بیاد بیرون. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک، سابسکرایب و کامنت یادت نره. حتما تو کامنت ها بهم بگو که ویدیو بعدی چی باشه. تا ویدیو بعد، بای بای.